سلام. میتونم تمیز کنم اینجا رو؟ تمیزه. حالا باید تمیز کنم ببخش. میتونم تمیز کنم میزتون رو؟ آره قربونت برم. ببخشید قبل از غذا تمیز میکنم. ببخشید. هم بشین نه بشین. این ور باید باشه. فقط این آب‌پایش من کجاست؟ ببخشید. چون مدیرمون داره نگاه میکنه ببینن بچه‌ها که ما کار میکنیم. آره. جلوی در بگید که من کار کردم. آره حتما. بشینین دیگه بشینین. نشستین؟ کدوم ور ببخشید میشه؟ بیا سمت چپ. ببخشید چند لحظه من تمیز بکنم اگه میشه بشین چون مدیرمون داره نگاه میکنن. یا عرفت. منو پاک نکنی. نه قربون. میشه شما اینجا بشین درسته شما؟ ببخشید ببخشید. تمیز شد؟ بله این ورم بکشید تمیز میشه. فقط بهش بگید دیگه. کجاست؟ اون حالا آخر غذا پایین وای میسته حتی دوربین داره منو نگاه میکنه. اگه رفتیم بیرون بگین این آدم نابینا این بنده خدا نیروتون خیلی اینجا کار کرد. مرسی. اینجا آب بگیم قشنگ کار کرد نه؟ آره دیگه خدا خیرتون بده. میز وسطه. ببخشید. عذر میخوام. تازه اومدید اینجا استخدام شدیم؟ بله. به امام غریب منو داری آب می‌پاسی. کدوم بر ببخشید. اینجا خود راست رو. اینجا ریختم. کسی شد؟ نه هیچی نشد. ببخشید تو رو خدا من شرمندم. ببخشید. اینجا هم کثیفه؟ اینجا رو میکشی؟ جانم ببخشید من بله چش بله دارم قشنگ تمیز میکنم ببخشید نه شاغل میگن دستور میدن انجام بده. چش عالیه. بله دستور چی میدن انجام بده؟ بله چش تمیز شد؟ بله قربونتون برم. تمیزه جلوتون؟ آره اوکی. خیلی تمیزه؟ یه ذره فقط اینجا مونده. کجا مونده؟ همینجا که یکم دیگه. تمیز کردی یا کن پایینه میز پایینه. بالا نمیشه که. میخوام یه دستمال رو من بکشم. میشه اون عقبو تمیز کنی ببخشید فقط من یه ذره آب بزنم ببخشید. تمیز کنم نبینه. اونجا هم میذارید من تمیز کنم؟ اگر میشه با این دستمالم یکم اونجا رو من چون نمیبینم اینجا رو هم تمیز کنی ببخشید. اونجا رو هم تمیز کنی. نمیگیم ما خود تمیز کردیم میگیم قربونت من فقط این ورش هم که آب زدم بکش. اینجا رو هم بکش. میگیم چیز کردیم شما کرد. اینجا رو هم بکش ببخشید. این ورم بی زحمت اگر امکانش هست. اینجا فقط اون انتهارم اگر میشه یکم سریعتر اونجا این ور خدا خیرتون بده. اونجا هم جلو تو تمیز کن. ببخشید من اینجا رو این بس خدا خیرتون بده. این گوشه رو اینجا رو اگه میشه میزو اون سمت هم اگر محبت کنیم. کارم خوب انجام دادم؟ آها این رفیق من رو میتونی پیدا کنی؟ آبی پوشیده. بله پیدا سلام. بله دارم این برداری میکنم. کجا وایساده؟ دیدینش؟ موهای بلنده بله. تا کی دیدی؟ من دارم میخندم میخوام این ببینه. چش داره میچرخه. یه دست کوچیک واسه بگو. بله. نمیبینه من نمیگرده. دمت گرم ببخشید خیس شدی یا دورون اومد. ناراحت که نشد از شوخی ما. نه بابا هنوز نفهمید. بغض میکردم واقعا ناراحت شده بودی. خیلی با عشق دمت گرم. ما از شبکه 2 برنامه صبحانه ایرانی. یه دست کن به رو ما.